کمال همنشین بر من اثر کرد، وگرنه من اما خاکم که هستم. یعنی به همه حاکم ترک میگه که من هیچ کس بودم، کتاب من هیچ، زبان من هیچ، ولی همین شما مرا این روز قبول کردید نیم ساعت. جناب رئیس کمال همنشین بر من اثر کرد و من شدم سعدی. این فامیل من به نام پدر شما میگذارم سعدی. سعدی بن زنگی بود شد. خب این فاجعه ببینید، از یک سو بزرگی و شکوهی و زبان، از یک سو بزرگی و شکوهی و مضمون و تمدن، از یک سو باید برد به نام حاکمی تو تقدیم کند تا که گنرر گیره یا که نمیدونم اعتراف گیره. است که هیچ کس بودم، وگرنه من همون خاکم که هستم. وقتی که ما برای تربیه را استفاده میکنیم که کمال همنشین بر من اثر کرد، این درست است، لیکن من لحظه و موردی آفریده شدن همین شعر در نظر دارم. از نظر سیاسی فرق جمهوری تاجیکستان از همه این دولت ها در چیست؟ دو تفاوت است که شما کارمندان ایدئولوژی را اگر در نظر گیرید دقیقاً میدونید که چی را باید حمایت کنیم و چرا باید حمایت کنیم. یکم فرق اساسی جمهوری تاجیکستان از همه دولت‌های تا سال 91 داشته اون این است که اولین بار ما زمام سیاسی را به دست گرفتیم. یعنی اداره کنی سیاسی دولت امروز در دست ماست. این بسیار مهم است. همین استقلالیت یعنی همین خود ما تاجیکان سرنوشت خود را صاحب شدیم، قدرت را صاحب شدیم، دولت به معنای اداره کنی سیاسی را صاحب شدیم. نامش خودسالاری سیاسی. و خودسالاری سیاسی این است که دولت خودش سرنوشتش را، سیاست داخلی و خارجیش را خودش معین میکنه. شما بینید پیام پرزیدنت که از اون سر کردیم صحبت، پیام پرزیدنت در درونش چی گفته میشد، چه پیشنهادها میشد، همه این مهم است. اما برای یک سیاست شناس پیام پرزیدنت پیش از همه برای این مهم است که خود پیام دادن پرزیدنت، خود این که راهبر یعنی دولت در منبر برآمده مستقلانه سیاست داخلی و خارجیش را معین میکند و اعلان میکند، همین لحظه تنتنه استقلالیت است. چون همین نام پیام را اگر بینید چی است؟ پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی. در کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هم در ماده 69 در صلاحیت‌های پرزیدنت نوشته است که سمت‌های اساسی چی است؟ سیاست داخلی و خارجی را معین میکند. در شرطنامه امیر بخارا با روسیه نوشته شده بود که سمت‌های اساسی سیاست خارجیش را با روسیه هماهنگ میکند. این فرق شدیدی. در کنستیتوسیون SSR نوشته شده بود که جمهوری ها سمت‌های سیاست خارجی نوشته بود که سیاست خارجی و امنیتی نظامی به صلاحیت‌های دولت اتحاد داخل میشد. یعنی حقوق ندارد که معین کند سیاستش. اما امروز کنستیتوسیون نوشته است که پرزیدنت سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی رو خودش معین میکنه، همچون راهبر دولت. همین نامش استقلالیت یا استقلال. و این از نظر سیاسی اگر مهم باشد، از نظر بین المللی هم عجیبه، زیرا وقتی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون نماینده این ملت، همچون سرداری دولت در سازمان ملل متحد سخنرانی میکنه، وقتی به همین منبر سازمان ملل میبراید، این آرمان 1000 ساله نسل به نسل همه ماست. گویا که همین رودکی خودش آمده از در اون منبر، گویا که فردوسی آمده از در اون منبر، گویا که استاد عینی. زیرا اما اوج استقلال و ظهور مستقلانه ما در فضای جهانی همین است.
حالا استاد عینی گفتیم، بازم یک مثالی تاریخی بیارم. یک مقاله بسیار نازک استاد عینی است، متاسفانه در قوس. ما هم خیلی یاد گرفتیم که این بزرگان شاعر نویسنده گفتن همشه بردیم به وادی ادبیات. یکی استاد عینی نویسنده و شاعر بودنشون این مسئله دوم درجه است. استاد عینی پیش از همه سیاستمدار بزرگ بودن. همین که درک کرد که از طریق فرهنگ و معارف ملت رو حفظ میکند، از بازی سیاسی بیرون رفت و زنده ماند. همه این نسل عینی کشته شده است، فقط عینی زنده ماند. همین خودش نشانه بزرگترین سیاستمدار بودنش است. او خودش رو برای ملت چگونه حفظ کرد و اخیر بر رسالتی تاریخی و ملیش موفق شد. این رسالت عینی. با مقاله‌ای که گفتم استاد عینی سالی 1924 وقتی که جمهوری تاجیکستان تأسیس میشه یک مقاله دارم. ما و ارتش ما میگن که ما اکنون دولتی مستقل شدیم، ما باید ارمیه بسیار قوی سازیم که حمایت کنیم دولت رو از این خطرها، حتی از امپریای بریتانیا. ما باید سیاست خارجی سازیم که خیلی 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 باشد. یعنی استاد اول نظرش این بود که این دولت مستقل بشد. چون انقلاب شد، امیر رفت، مستقل بشه. ولی بعدا آمدن گفتن که بابای عینی این دولت مستقل نمیشه، شما میشه ولایت یعنی کشور باز توبه مسکو، شما یک واحد ملی اتنیکی میشه، ولی دولت مستقل که سیاست داخلی خارجیش خودش معین کرد نمیشه. یعنی این که گفتم امروز پرزیدنت اوبر دولت سیاست داخلی خارجی رو خودش معین میکنه، این همون آرمان عینی است که گفتن چی؟ سیاست داخلی خارجی رو باید خودمون معین کنیم. و همین آرمان رو ندیده رفتن. برای همین فرق اولی دولت امروزه تاجیکان از همه دولت ها این است که زمام سیاسی، اداره کنی سیاسی، زمام سرنوشت در دست خود تاجیکان است. این فرق یک. فرق دوم این است که اینم خیلی مهم است برای این بخش ایدئولوژی، که اولین بار حفظ ملت، رشد ملت، حفظ ارزش های این ملت، زبان، فرهنگ، تاریخ، عرف و سعادت این ملت به برنامه دولتی تبدیل شده است. یعنی این دولت تعییناتش همین است که همین ملت را حفظ کند، رشد دهد. یعنی فونکسیون اساسی همین دولت داری امروزه ما حفظ و رشد همین ملت است. وگرنه همین آب و نان تا استقلال هم بود، آدمای کلانسال میدونن. ولی فرق یعنی دولت امروزه این است که وظیفه تاریخی، رسالت تاریخیش ملی است. برای همین ما این نامش میگیم دولتداری ملی مستقل تاجیکستان. هم دولتداری ملی مستقل تاجیکستان DMMT میگه. این یعنی حالتی که حفظ ملت و رشد ملت با تمام ارزش‌هایش وظیفه رقم یکی دولت است. هیچ دولت تا این روز این وظیفه رو نداشت. در قالب و در ایدئولوژی و فکرهای دیگر. ولی امروز همین دولت ملی تعییناتش همین است. و بازم اگر با همون نخوام برای که احساس کنیم همین فاجعه رو، مثلا بزرگترین آفریده های فرهنگی، هنری، ادبی ما را بینید که در نهایت به پای حاکمی بیگانه ریخته شدند، چون دولت نمی‌است. مثلا گلستان سعدی را اگر گیریم، گلستان سعدی یک دیباچه زیبا دارد. شاید زیباترین متن فارسی همین گلستان سعدی است، خصوصا دیباچه آن. سعدی در اونجا میگه که پشت دوتای فلک راست شد از خرمی، تا چطور فرزند زاد مادر ایام را. خیلی میدونیم. بعد آخرش میگه زنده و جاوید ماند هر کو نکو نام زیست. دوامش چه؟
کز عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. امیر رو برای امیری ترک شیراز گفته است، نه برای پند و نصیحت. اما امیر شیراز سعد ابن زنگی رو میگه که همین کتابی مرا قبول کن، کارای نیک میکنی، زنده و نجاوید ماند، هر که نکنام زیست، کز عقیبش ذکر خیر زنده کند. ما رو همچون پند و نصیحت ولی میگیم به یک دیگر، یکون کس مرادگر هم خیلی میگه من زنده و جاوید ماند. لیکن این سعدی در وصفی یک حاکم امپراتور و چنگیز و تیمور هم نه، در وصف یک رئیس شهر شیراز یک ترکی امون وقتا امیر نوشته است. یا که امون گپی بزرگی که دارد گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دستی معشوق محبوب به دستم و دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. انا که بین دوامش آخرش نمیگه کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من امان خاکم که هستم. یعنی به همه حاکم ترک میگه که من هیچ کس بودم، کتاب من هیچ، زبان من هیچ، ولی همین شما مرا این روز قبول کردید نیم ساعت جناب رئیس، کمال همنشین بر من اثر کرد و من شدم سعدی. این فامیل من به نام پدر شما میگذارم سعدی. سعدی ابن زنگی بود شو. خب این فاجعه رو ببینید، از یک سو بزرگی و شکوهی و زبان، از یک سو بزرگی و شکوهی و مضمون و تمدن، از یک سو باید برد برنامه حاکمی تو تقدیم کند تا که گنرر گیرد یا که نمیدونم اعتراف گیرد. است که هیچ کس بودم وگرنه من همون خاکم که هستم. حالا اینا ما برای دوستی خوب رفیق خوب میگیم برای بزرگی اونا چی است؟ طور میگوین که او شعر منحصر به همه حادثه نمیشه، او شعر میتونه برای تمام موردها. نه وقتی که ما برای تربیه را استفاده میکنیم که کمال همنشین بر من اثر کرد، این درست است. لیکن من لحظه و موردی آفریده شدن یعنی شعر در نظر دارم. وگرنه امروز ما نه نامی و حکیمه میدونیم، ما هم قدر میدونیم که سعدی همچون حکیم اخلاق گفته است که کمال همنشین میتونه به آدم تاثیر نیکو رساند. اینش برای ما مهم است. یعنی ما از کنتکست تاریخی همون مضمون لازمیه برای خود میگیریم، اما اگر به خود همون لحظه تقدیم کتاب گلستان به سعد ابن زنگی رویم، او در اون مقدمه به همین نوشته است که جناب حاکم من همین خیلی وصفها برای تو. چی بود منظورم؟ یعنی خاری بزرگی ما رو در شرایط نبودن استقلال سیاسی، در شرایط نبودن دولت ملی. بنابراین این دولت ملی امروز به چه شکلی اگر وصف کنیم و حفظ کنیم می ارزد.